من دقیقاً بعد از مهسا متوجه شدم دیگه من تلویزیون نیستم، دیگه برنامه‌ساز نیستم. تمام. گفتم خب باید یه کاری برای خودم. سبب خیر شد فکر کنم. من گفتم یه شغل بزنم، یه کاری بکنم. همه آره عمرم هم دلم می‌خواسته که برم شمال زندگی کنم. 3 ساله من اونجا میرم، همه کارهایی که فکر کنی رو انجام دادم. به من مجوز نمیدن. چند نفر آدم واسطادن میگن ایشون در 401 کنار مردم بوده، مجوز نمیدن به من. بعد من چجوری ممکنه آقا من میخوام بیزینس ایجاد کنم به من نمیذارن؟ بعد شما چون تو زندگی من نیستی و درد دل من رو نمیدونی و آسیب هایی که من دیدم رو نمیدونی، ممکن قضاوت کنی. آقا من میگم ما هممون کنار همه. اگه جواب میداد روبروی هم قرار گرفتن، چرا 5-6 سال پیش به قول شما ابی و معین ما رفتن؟ چه سوختی دادی؟ ما آدم‌هایی داریم که برای کاست معین شلاق خوردن. اصلا بابا. بعد الان حاکمان میگن معین رو برگردون. اصلا چرا از اول نبا اصلا چرا رفته؟ بعد الان میگن معین برگرده. خب چه کاری بود؟ چرا همون زدید زد. بچهای مردم؟ بعد اون بره تو غربت این همه داست.